خسته نباشی. مرسی. چه خبر؟ خبر که جواب آزمایشم اومد. خب بچه دار نیستم. چی؟ تو برگ آزمایشم هم نوشته نازا. یعنی هیچ وقتم قرار نیست بچه دار شم. چی میگه واسه خودت؟ همه چی ریختم به پات که تهشم بگی بچه دار نمیشن؟ تو که ناقص بودی غلط کردی، از اولش نگفتی و با من ازدواج کردی. یعنی چی؟ اصلا میدونی چیه؟ من با سارا حرف زدم. آره منشی شرکت. فقط منتظر بودم از علیل بودن تو مطمئن بشم تا برم بگیرمش. بچه هم واسم میاره. شناسنامه مکو. نمیخواستم خدا برا خوب باشم برات. گفتم دلم به بدت نباشم تا شب بتونی فراموشم کنی. من نه ناقصم نه علی. 3 هفتم هست که حاملم. قلبمو شکوندی ولی چشمامو باز کردی. یه تنه گناهشو گردم میام جلوی خدا وای میستم، ولی نمیذارم یه بچه با ذات کثیف و حرومزاده‌ای مثل تو پاشو تو این دنیا بذاره. امجد میرم قفلی دارم و دستت کفری فکرت و سرم یا کافی امشویش مگرد گیر از صبحی